علم از جانب رب العزت و الجلال در اونجا نفوذ میکنه. باز از او استفاده های خوب میگیریم، باز انسان های موفق در جامعه تقدیم میشه. در قبال علم من تقوا را اختیار کنیم، پاکی، پرهیزگاری، رشدیت، تلاش، زحمت، همه را باید با خود ترسیم بکنیم. همین که ما علم را بیاموزیم اگر تقوا نداشته باشیم، همین که علم را بیاموزیم اگر پاکی و پرهیزگاری نداشته باشیم، همین که علم را بیاموزیم نماز نخوانیم خدای نخواسته، علم را بیاموزیم دروغ بگوییم، علم را بیاموزیم باز غیبت بکنیم، و علم هیچ مفیدی نیست. علم مفیدی هست که ما از اینها خود را چه بکنیم؟ خودداری بکنیم. نظم را خوب مراعات کنیم طلبه.